دوستان عزیز السلام علیکم. امروز 19 ایول سال 2026 می باشد. قرار داریم در نزد بوته انگوری شاهانه سفید در اوکراین تولد شده است. این انگور نامش پریابراژنی می باشد، با نامش با اوکراینی در ما شاهانه سفید ماندن. این یک عجایبی غرایب انگور و قیمتترین عین حال در بازار است. از همینجا 18 سوم افزوده است نهالش. عین زمان پخته است. این را از اول باز یک ماه پیش بردن تروش در بازار، نام انگور رو بد کردن، لیکن انا این انگور انکون پخته است. بینید ما یک تاشو چینم ها. اینا بینید قفسی انگشت من رو بینید و قفسی انگور رو بینید، قفسی نارنگشت من رو بینید و دروازه‌اش رو بینید. اینا بینید، اینا بینید یک انگوش رو پر میکند. این 3 سانتی متر به هزار است. 1 2 3 4 قریب 4 سانتی متر به هزار است. این باز یک کمی هم سرخ می شود. بینید این در وطنش سوپ سرخ بزیبی می شود که موندن گیرید. اگر این انگور رو در دامن کوه کنید، غرم، نورآباد، فیض‌آباد و این طرف های کوه های ترسونزاده، منطقه های کوهی خوالینگ، مومین‌آباد، این سرخ می شود. میدونید چه سرخ می شود؟ اینو بینید، اینو بینید علاکه سرخ شده شده است. این سوپ سرخ می شود در دامن کوه ها و با مزه شو نمیگوید. اینو بینید. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، در تاجیکستان یک از انگورهای بهترین دنیا وارد کرده شد. مرحمت. اینو بینید. چی گویم با شما؟ کدام از این باغ میکند پشیمون نمی شود. نهالهاش رو ما داریم، امسال به فروش میبریم. قیمتی بدم نه، دستر است. 1 سال نهال 1 متر 80 سانتی متر. لیکن اینو بینید خوشه 1.5 کیلو، 1 کیلو کم نیست. باز من نوار رو میگیرم خودم باز از نزدیکتر نشان میدم. من چخلی که گفتم سرخ میشود، لکه سرخ شده در شرایط دوشنبه، حصار، ترسونزاده این سوپ سرخ نمیشود، این انمخیل میشود. لیکن با همین هم شدگیش چنان با مزه است که بو بسیار میبندد. اینو بینید، اینو بینید چخل بسیار بستگی. خوشهاش 2 کیلو، 1.5 کیلو، 2 کیلو. بینید مانا خوشه رو بینید چه بزیب شده است. دید این انگور در بازار نمیستد، هم خیلی پریده میرود، خریدارو میگیرن. انا دوستان عزیز مرحمت به من مراجعت کنید و اینش 2 کیلو شده است. از این ما با شما تشکیل کردیم نهال برای آنکه شما باغ‌های بهترین رو کنید و صاحب پول شوید. دیدید دوستان عزیز، ما مهنت میکنیم تا شما آباد شوید. در پناه خدا باشد. خدا نگهبان شما باشد.